نشانه های قیامت. علامت های روز قیامت هستند که ما هر روز دچار می شویم. شما و من امکانیت داریم که با آنها تصدیق کنیم که آنها نه تنها رخ می دهند بلکه زود زود تکرار می شوند که آنها آشنا هستند. این علامت ها مثلا با مناسبت های بین آدمان علاقمندند. نسل های بعدی آنهایی که پیش از آنها بودند مورد انتقاد قرار می گیرند. رابطه های عائلوی کنده می شود. باوری گم می شود. کلانسالان رحم را از دست خواهند داد و خردسالان احترام را. تربیت فرزند از پرورش سگ مشکل تر خواهد بود. آدمان به دیگران از ترس ضرر از آنها توجه ظاهر می کنند. شماره آنهای افزایش خواهند یافت که به نظر دوست می تابند اما در اصل دشمنند. مرد به زن خود اطاعت کرده به مادرش اطاعت نمی کند و دوستان از او دیده به او نزدیکتر می شوند. ناراضگی و به احترامی نسبت همسایه ها پهن می شود. مهربانی و سخاوتمندی فراموش می شود. همه چیز برای پول فروخته می شود. آن چیزی که ما هر روز می بینیم آن را مجبور نمی کنند. برعکس، بیایید در خاطر نگاه داریم که در کجایی که جهان سراسیمه نباشد ما برای کرده هایمان جواب می گوییم.